عزیز جامعه و کارگران، با سلام دوباره و تشکر از عزیزان سپیدو آرش که بخش اول برنامه رو تقدیم کردن. همونطور که در بخش اول برنامه اعلام کردم، مهمان این هفته رفیق شمال علی است. شمال علی فعال کمونیست که سالهای زیادی هست. من شخصا او را میشناسم و فارسی خیلی خوب صحبت میکنه و همین دلیل سراغ کسی رفتم که از وضعیت عراق برامون بگوید. اوضاع سیاسی اقتصادی عراق در چه حالی است؟ کشمکش ها بر سر چیست؟ بحران اساسی در عراق چی هست؟ موضوع گفتگوی این هفته ما هست. تا آخر برنامه ما رو دنبال بکنیم و رفیق شمال علی عزیز، اگه صدای من رو دارید، خیلی خوش اومدی به این برنامه. همچنین تشکر از اینکه دعوت من رو پذیرفتی. خیلی ممنون. درود و سلام دارم برای شما، همکارانت و تمام بینندگان عزیز. منم از طرف خودم سپاسگزارم برای این فرصتی که برای من ایجاد شد که با شما باشم. خیلی بسیار ممنونم. بسیار ممنونم. شمال علی عزیز، اگر از شما سوال بکنم که تصویر شما از امروز عراق به لحاظ اقتصادی و سیاسی چه تصویری به بینندگان ما میدهید؟ بفرمایید. خب خیلی آسان میتونید بگید اوضاع آشفته، منتها اوضاع آشفته که وقتی میشه سنش میشه بالای نزدیکی به سال دیگه واقعا سیستم میشه. حالا ما 19 سال گذروندیم از وضعیتی که بعد از جنگ امریکا بر علیه عراق و اشغال عراق ایجاد شده. این وضعیت به یه صورتی در قبلا هم در کردستان بوده، منتها این تعمیم شد به تمام عراق. ما 19 سال شده ما در 20 سال اون وضعیت هستیم. با مرور زمان اون وضعیت آشفته سیستم میشه. حالا ما میتونیم بگیم عراق یک مثال زنده از کاپیتالیسم بدون رتوش، بدون پرده، کاپیتالیسم اوریان، سرمایه‌داری که هیچ یعنی مکیاجی نزده، صورت خودشو، واقعیت خودشو نشون میده. و بازم میتونیم بگیم جمهوری اسلامی بدون هیچ کموکاستی، جمهوری اسلامی ناب، میتونیم عراق رو اینجوری نامش بگذاریم. حالا بعضی مسائل شاید مثلا حیطه حقوق شخصی اینا یه خورده بهتر از عراق هست، بعضی جاها، همه جاها نه، بهتر از ایران منظور. بعضی جاها بهتر از ایران است، ولی در عموم اون جمهوری اسلامی، اون بلایی که جمهوری اسلامی میخواد بر سر جامعه بیاره بدون مقاومت جامعه ما تو عراق میبینیم. من نمیدونم، حالا با این صورتی که ما داریم همه میدونن از عراق، با اون وضعیتی که تو عراق هست، من نمیخوام اینجا هیچ افشاگری کنم، چون افشاگری احتیاج نداره. تمام مردم منطقه ایران که خیلی هم چیز میکنن مسائل عراق و اونایی که به سیاست نزدیکن، مسائل سیاست رو دنبال میکنن، دنبال مسائل عراق رو هم میگیرن و مردم جهان هم خیلی اونایی که میدونن عراق کجاست میدونن چه بالای سر این مملکت اومده. حالا من احتیاج ندارم هیچ افشاگری کنم. وضعیت آشفته سیستماتیک میتونی اینجوری چیزش کنی. وقتی که رقابت بین سرمایه‌داران دیگه رقابت بین شرکت‌های مسلح هست، شرکت‌هایی که توپ دارن، شرکت‌هایی که تمام امکانات اسلحه و تمام امکانات تخریب در دستشونه و دارن با هم رقابت میکنن. رقابتشون هیچ لمپری نداره. این رقابت میتونه به هر چیزی، به جامعه آسیب بزنه و زندگی مردم رو تباه کنه. اینی که ما تو عراق میبینیم، یعنی در همین حال جمهوری اسلامی بی پرده، بی لمپر، بی مقاومت جامعه و بازم کاپیتالیسم بی لمپر، کاپیتالیسمی که خودشو خیلی عیان نشون میده که من چی هستش، چه سیستمی هست. چون من یه حرف
نام چومسکی رو یاد دارم که میگه هیچ وقت سرمایه‌داری حاکم نبود، چون اگه حاکم بود نمیتونست مردم اصلا زندگیشون رو نمیتونن به صورت عادی انجام بدن. حالا من که عراق میبینم که جامعه‌ای هستش که در واقع سرمایه‌داری به اون صورتی که میخواد جامعه رو اداره کنه میبینیم اونجا. حالا بعضی‌ها هستن این جامعه رو نامگذاری میکنن بر اساس سیاست، بر اساس اون مثلا سیستم سیاسی این جامعه چجوریه. من از اونا نیستم که جامعه رو بر اساس سیستم سیاسیش تعریف کنم. جامعه بر اساس سیستم اقتصادی و اجتماعیش تعریف میکنم و اینجا ما مثل چی گفتم کاپیتالیسم عریان بی پرده رو میبینیم. بله. یک مسئله اساسی که امروز مثلا جامعه عراق رو جلو صحنه آورده اینه که حضور اعتراضات مردم در سالهای اخیر، بخشی از این اعتراضات دو جبهه داشت. بخشی اعتراضات رو به دخالت‌های ایران بود در عراق و یک اعتراض دیگرش به فساد حکومتی، به گرانی، بیکاری و به هر حال میدان تحریر اون جایی هست که تقریبا برای همه جهان شناخته شده است که هفته ها و روزها و هفته ها به هر حال اجتماعات بزرگ و کوچک برگزار میشد. این اعتراضات محتواش چی بود؟ به کجا رسیده؟ خب محتوای اعتراضات معلومه که مردم میخواستن از این جهنم خلاص بشن دیگه، میخواستن که جامعه معمولی رو داشته باشن. یعنی حداقل انتظارات مردمی بود که جامعه مثل بقیه جامعه داشته باشه که مردم بتونه از زندگی خودش، از امنیت، از زندگی خودش لذت ببره، از امنیت برخوردار باشه، بتونه کار داشته باشه، بتونه مثلا تو اون ثروت کلانی که تو هست تو عراق لااقل مایحتاج زندگیش رو تأمین کنن. محتوای اعتراض این بود. محتوای اعتراض چی بگم سوسیالیستی نبود به اون صورتی که میگفتن، ولی منتها در مجرای این اعتراض که دیدیم، مردم رو تو خیابان‌ها دیدیم، خیلی صحنه‌های خیلی جالبی ما میدیدیم که مردم توقعشون از زندگیشون چیه، استعدادشون برای اداره کردن جامعه تا چه حده و اگه جامعه رو به دست مردم بذاریم چیکار میکنن و چجوری میتونن بر اساس یعنی بر اساس تعاون، بر اساس همبستگی، بر اساس از همدیگر رعایت کردن، همدیگر رو کمک کردن، چجوری میتونن جامعه رو به صورت خوبی اداره کنن. منتها یعنی محتوای این اعتراض این بود که ما از این وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بیزاریم و زندگی بهتری میخوایم برای خودمون و برای بچه‌هامون. ولی خب دیگه این محتواش بود. منتها اون جایی که بهش رسید، اون مالی که داشت، اون نتیجه‌ای که داشت به اون محتوا نمیخورد. یعنی میتونیم بگیم حالا اینجا اون تعبیری که این اعتراضات از خودش کرد نتونست این محتوا رو به خوبی نشون بده. گفتیم جلوه های دیدیم از این که مردم چیزشون چیه، خوابشون چیز مثلا اون آینده چی میخوان، امیدشون چیه و اینی که تو دلشون هست چیز میتونستیم ببینیم. منتها این نتونست جامعه عمل بپوشه، نتونست مثلا. شما علی عزیز اگه شما به این اعتراضات الان به نوع ابراز میکنید که مثلا خواسته ها و مطالباتشون روشن بوده، اتحاد و همبستگی میان خودشون هم بوده، چرا به یک نتیجه قدرتمندی، یعنی به یک ابزار قدرتمندی رو از خودش بیرون نداد که الان مثلا شاهد رقابت بین مقتدا صدر و مالکی و بعد حشد شعبی و بعد این به طور واقعی این جانورهایی که در عراق امروز تحت نام حکومت در واقع حکومتی هم وجود نداره، در واقع الان میرسیم به بحث دیگه ای، ولی میخوام بگم این جنبش اعتراضی که الان شما به درست میگی خواستگاه و به اصطلاح به نوع خاصای روشنی داشتن، چرا منجر به یک تحزب در میان خود همین مردم با افقی که
شما میگی به سوسیالیستی نبوده ولی به نوعی به هر حال خواسته و مطالبات انسانی داشته، چرا به اصطلاح منجر به یک تحزب نشد؟ بفرمایید. خب آسان‌ترین جوابی که میتونی از هر کمونیستی بشنوی این روزها اینه که مردم توهم داشتن، مردم ندونستن، مردم متوهم هستن به این جریان و اون جریان. مثلا توهم امریکایی داشتن، فکر کردن که مقتدا صدر نجاتشون. این مسائل هست. حالا معمولا من یاد دارم یه حرفی بود قبلا میگفتن، مثلا 100 سال قبل میگفتن اگه مردم پیروز شدن شجاعت خودشونه، اگه پیروز نشدن بایستی بپرسیم رهبرانشون کیه. حالا ما کمونیستایی داریم تو این مرحله دنیا که وقتی ازشون سوال میکنی هر پیروزی مردم رو به خودشون، به پای خودشون رو مینویسن و هر شکست مردم رو میگن که مردم بی‌عقلن، مردم بیشعورن، مردم نمیدونن، مردم فکری خوبی نمیکنن، مثلا گول این و اون خوردن. اینجوری ما میتونیم چیز کنیم. خیلی آسونه. من میتونم هم بگم خب مردم ندونستن، مردم فکر کردن که این مثلا مقتدا صدر خیلی آدم خوبیه، نمیدونستن که این چه جانوری هست. ولی حقیقتش این نیست. مردم به اون امکاناتی که جلوی دستشون هست، به اون فرصت هایی که دارن، به اونها متوسل میشن به خاطر اینکه به آمالشون برسن. وقتی میبینن مثلا شکافی در میان طبقه حاکم ایجاد شده، به یه نوعی میخوان این شکافو چیز کنن، یعنی این شکافو بیشتر کنن، این گسترش بدن. و وقتی میبینن که میتونن مثلا یه جوری از یک وسیله‌ای که موجود هست به خاطر رسیدن به آمالشون دست میبرن. مردم این انتخابی که میتونستن داشته باشن برای زندگی بهتر نداشتن. و ما کمونیستا و ما سوسیالیستا و ما جنبش کارگری و کمونیستی به اون اندازه آماده نیستیم در عراق که بتونیم این انتخاب رو به مردم بدیم. ما نتونستیم، نه فقط این که مثلا قبلا میگفتیم باعث حزب جامعه باشیم، یه جا باشه همه ما رو ببینن، وقتی خواستن دست برای ما دراز کنن، ما رو رهبر خودشون کنن. من این منظورم این نیست، این بحث حزب و جامعه رو من اعتقاد ندارم دیگه. ولی منتها من اعتقاد به این دارم که بایستی رهبران مردم، رهبران جنبش کارگری، رهبران جنبش مردمی، جنبش برای خلاصی از بی‌حقوقی، خلاصی از نابرابری، رهبران اینجور بایستی مبتکر باشن، بایستی وسایل جدید برای سازماندهی رو پیشنهاد کنن، بایستی ببینن که کجای مسئله میلنگه، کجای کار میلنگه، کجای مسئله ضعف داره، بایستی پر کنن. اون نقاط قوت چیه، بایستی اون قوت بیشتری بهش بدن. و ما نبایستی فقط نگاهمون این باشه که مثلا مردم سریلانکا حالا چیکار کردن. حالا مثلا میتونیم بشنویم از کمونیستای عراق و کردستان، ببینیم مردم سریلانکا چیکار کردن، مردم سریلانکا این یه نمونه خوبی برای ما. و خب مردم مثل مگه نداشتن این نمونه رو؟ مگه مردم تونس بن علی رو چیز ندادن، فراری ندادن؟ به کجا رسید؟ و این حرکاتی که اونجا بوده به کجا رسیده؟ مثلا چی کارو چیز کرده، تحقیق کرده تا مردم به چی رو مثلا به ارمغان آورده تا مردم همون تجربه رو تکرار کنن؟ به نظرم ما بایستی مبتکرتر باشیم. ما تو یک وضعیت به خصوصی در عراق هستیم. در ضمن این رو بگم که شما گفتی که حکومتی در عراق وجود نداره. من این نظر ندارم. نه، حکومت وجود داره. ما معمولا فکر کردیم که اینجوری مثلا برداشتمون این از کاپیتالیسم یعنی مدنیت، یعنی مردم مثلا بورژوازی با تمدن با هم دیگه برخورد میکنن و مثلا یه چیز تمدنی هست. نظرم این بر کاپیتالیسم چیز شده، تحمیل شده. شما کاپیتالیسم قرن 18 مثلا انگلیس رو بیاری، مثلا شرکتی بود، شرکت مسلح میرفت جهان رو چیز میکرد، اشغال میکرد. شرکت بود ها، شرکتی معمولی کاپیتالیستی میرفت ارتش داشت، میرفت چیز رو جهان رو اشغال میکرد و داشت با دولت با پادشاه اون مملکت مثلا رقابت داشت. ما کاپیتالیسم اینجوری داریم. حالا کاپیتالیسم ظرف 200 سال گذشته در اروپا، در جهانی که بهش میگن متمدن، بر اساس
اون مقاومتی که مردم انجام دادن، بر اساس اون فعل انقلابی که مردم انجام دادن چیز کرده، یعنی یه جوری تمدن به خودش گرفته. این دستاورد ماست، این خود کاپیتالیسم نیست که متمدنه. حالا اینی که ما میبینیم تو عراق همون کاپیتالیسم به صورت اوریان خودش قبلا گفتم. بله بس این موضوع درسته. من فقط یه نکته رو تصحیح کنم. من گفتم که در عراق حکومتی موجود نیست. منظورم این که بعد از حدود 9 ماه پیش انتخاباتی صورت گرفت، همون انتخابات قضایی که همیشه انجام میدن. در نتیجه اون انتخابات هنوز نتونستن یه حکومتی رو برقرار کنن. من سوال بعدیم یه نکته دیگر هم روشن بکنم. فکر میکنم یه نکته خیلی ضروره که آدم روش مکس بکنه. مثلا حزب و جامعه بی‌ضرر، یعنی بی تقصیر از این که کمونیسم در عراق یا در ایران یا در جای دیگه به اصطلاح اون نفوذ کلام اجتماعی رو نداره که توده مردم رو پشت سر خودش سازمان بده. اگه کمونیستا خودشون نتونستن به جاپایی برای خودشون پیدا بکنه، این تقصیر بحث حزب و جامعه نیست. این تقصیر اون بخش از کمونیست هاست که نتونستن نفوذ اجتماعی در واقع برای جایگزینی به اصطلاح اون سیستمی که هست الگویی ارائه بدن. مردم دنبال اعتماد میگردن دیگه. وقتی که اعتماد جلب نشه دیگه این ربطی به بحث تئوریک حزب و جامعه نداره. این یک نکته. ولی میخوام الان سوال مشخص‌تر هم به طور مشخص اینه که الان ما در عراق شاهد یک رقابت بین جناحایی هستیم. الان حکومت طبق اون به اصطلاح سیستمی که در عراق هست بر مبنای مذهب، قومیت و ملیت و ایناست. سنی ها باید به اصطلاح سهم داشته باشن، کرد ها سهم داشته باشن، شیعه ها سهم داشته باشن. الان خود شیعه ها هم چندین جناح و همچنین سنی ها و کرد ها، یعنی حکومت قومی. این رقابت ها الان حادتر شده. به حال در ما قبل دیدیم که مثلا مقتدی اثر کلن از پارلمان خارج شد و به حال یک بحران سیاسی رو یه بار دیگه به اصطلاح در عراق که بود تشدید کرد. این رقابت ها بر سر چیه؟ رقابت بر سر پول، بر سر قدرت، بر سر اینه که چی میتونه پول بیشتری داشته باشه. ببین من قبل از این که جواب به سوال شما بدم، من یک خیلی مثبت میبینم اگه این بحثی که ما میکنیم و یه بحث ساده و چیزی میدیایی نباشه و یه جدل باشه. من اینو استقبال میکنم و خیلی خوشحال میشم اگه بیشتر هم راجع به این مسئله شما صحبت کنید. خیلی خوشحال میشم. اول بگم که در اصطلاح سیاسی حکومت در فارسی به معنای حکومت عربی نیست. حکومت اون دولت نیست. دولت یعنی این که کابینه، حکومت یعنی دولت به عربی. دولت یعنی استیت، یعنی اون که مثلا یک سازمان سیاسی که کل جامعه رو اداره میکنه. من بر این اساس خیلی هستن میگن دولت در عراق وجود نداره. من این نظر ندارم. اگه دولت به معنای عربیش، به معنای استیت، به معنای انگلیسی که با فارسی به حکومت ترجمه شده، خب این تو عراق وجود نداره. من این قبول ندارم. حکومت هست، منتها اون حکومتی هست که قابل اون سیستمی که تو عراق حاکمه. دوم مسئله هیچ نظریه، هیچ تئوری اشکال نداره، هیچ تئوری مشکل نداره. ما مشکلمون تئوری نیست که تئوری اشتباه عذاب در اومده. مشکلمون متدولوژی ماست که این تئوری ها رو یه جایی گذاشتیم که همش ازش فقط تقدیس کنیم بدون اینکه این تئوری های اونجا که میتونیم به کار ببریم، اونجا که به کار نمیاد دیگه عوضش کنیم. حالا تئوری مارکس باشه، مال انگلس باشه، مال لینین باشه، مال منصور حکمت باشه. یه روزی که میبینیم اشکالی داره بزن مبتکریم، کمونیستیم، انقلابی هستیم، راجع به عقاید خودمون، راجع به نظریات و به اون تئوری های خودمون بایستی اول انقلابی باشیم. چیزی که کار نمیکنه عوضش کنیم. حالا من نمیگم که کاری که کمونیست‌ها میکنن در عراق تقصیرش نظریه حزب و جامعه است، ولی منظورم اینه که اون نظریه حزب و جامعه نمیتونه به خودی خودش جواب این مشکلات عراق بده. بیام سر سوال شما که میگی مثلا این رقابت بر سر چیه؟ رقابت بر سر پول و بر سر قدرته. حالا پول و قدرت در عراق اینجوری با هم ادغام شدن که نمیتونه ازشون
جدا کنیم. یه جایی هست مثلا که بورژوازی بر اثر اون فشاری که روش اومده تمدن رو قبول کرده، مثلا سیستم قضایی داری، سیستم حکومتی داری، مثلا قانونی هست، دستوری هست، چیزی هست، اونجا مثلا شاید اون ارتباط پول و قدرت به اون صورت عیانی نباشه که تو جامعه عراق میبینی حالا، ولی خودش در اصل اینجوریه. کاپیتالیسم اینجوریه. ما تو عراق اینو میبینیم. حالا شما اسلحه داری، میتونی یه چای نفتی رو کنترل کنی، به ایران بفروشی، قاچاق بفروشی، چی کنی، مثل که داعش میکرد مثلا. یه میتونی دیگه قدرت داشتی، پول داری و اون پول هم میتونی اسلحه بخری، دوباره این باشی که قدرت تو گسترش بدی، چیز کنی، بیشتر و بیشتر کنی. حالا رقابت روی اینه. یک جمع از شرکت‌های سرمایه‌داری، شرکت‌های کاپیتالیستی تو عراق دارن نفت در میارن، نفت میفروشن و این شرکت‌ها با هم دیگه رقابت دارن دیگه. مالکی یه طرفش که میلیاردر مثلا چند 10 میلیارد دلار داره و مقتدی صدر از این طرف که اون هم به اندازه مالکی اگه نباشه مثلا خیلی کمتر نداره. حالا اینا رقابت دارن با هم. برزنی هم اینجا مثلا یه میلیاردری هست برای خودش، شرکت‌هایی داره که اینجا رو چیز، یعنی برملاست که چیزی نیست که مثلا پوشیده باشه. شرکتی هست که طرف اتحاد میهنی و شرکتی هست که از طرف حزب دموکرات ایجاد شده، نفت در میاره، نفت میفروشه، با شرکت‌های جهانی مثلا کنترکت داره، توافق داره، نفت میفروشه و اینجوری دیگه. این وضعیت این جامعه است. یعنی رقابت بر سر اینه. منتها یه چیزی هم هست، بعضی از این نیروها خودشون میخوان مثلا پوپولیست نشان بدن. اونجا که پولشون نمیتونه مثلا خیلی زیاد باشه و اندازه پول دیگران باشه، متوسل میشن به مردم و صدر از اون چیز بوده، نیروها بوده که همیشه خواسته این ارتباط خودش رو با اعتراضات که مردم دارن یه جوری به اون چیز پوپولیستی، به اون چیزی پوپولیستی. حالا مثلا پوپولیسم در تمام دنیا میخوان اعتراضات مردم رو دیگه کنترل کنن. شما مثلا تو مثلا ممالک مثلا اروپای شمالی حالا میبینیم اینجا مثلا تو این سوئد اون پوپولیستای راسیستی دارن، اونا هستن که تعبیر از اعتراض مردم میکنن. دوست مردم چی نیستن ها، ولی خب اونا هستن که میگن این پولیتیشین ها اینجوری، این سیاستمدارا اینجوری، اینا پول دزدیدن، اینا کردن. حالا مقتدی صدر یه جوری یه حزبی، یه نیروی از این نیروهاست که میخواد یه ارتباطی با اون بیزاری مردم داشته باشه و از این طرف هم مردم هم وقتی چه نمیتونن در برابر این همه هیولا با هم ایستادگی کنن و مقاومت کنن، مثلا یه جوری طرف یه نیروی نمیگیرن ولی منتها باش مثلا آشتی میکنن، اون رقابتی که بایستی باشه نمیکنن به خاطر اینکه بر علیه یکی دیگه بتونن. فکر نمی‌کنی بخشی از این بحرانی که در عراق، بحران سیاسی حکومتی منظورمه، در عراق موجود است نشان است نفوذ ایران، عربستان و خود آمریکا اینا بی تاثیر نیستن؟ فقط بر سر پول سهم حزبی نباید، یعنی فکر میکنی جواب قانع کننده ای هست؟ حالا داره وضعیت عراق اینجوریه، ولی اینو زد بر وضعیت بین المللی و وضعیت منطقه‌ای کنی. حالا رقابت بین سعودی عربی و ایران، ترکیه و سعودی عربی بر اساس اون رقابت جهانی که وجود داره، اون سردرگمی که در جهان وجود داره بالا رفته دیگه، بالا کرده. این رقابت هی داره به چیز می توسط گسترش پیدا میکنه و بیشتر و بیشتر میشه و اینو باعث ضرب بر ابزار عراق کنه. یعنی ابزار خودش اگه خودش باشه هم باز هم این موجوده. حالا چون وضعیت منطقه به این جوریه، اون رقابت بین این نیروها هم یعنی خود فرصتی بیشتری دارن که ادامه پیدا کنن و هر نیروی، هر جریانی تو این منطقه میخواد مثلا نیرو داشته باشه اونجا، متفقین داشته باشه
و دیگه جوری نقش داشته باشه تو عراق. چون دیگه مسئله عراق که اینجوری یک جامعه باز شده برای همه نوع رقابت ها، رقابت سرمایه‌داری میخوای، اقتصادی میخوای، سیاسی میخوای، سربازی میخوای، برای همه چیز دیگه جامعه بازه دیگه، برای همه بازه. اگه شما مثل یه دولتی که تو این منطقه هستی اگه دخالت نداشته باشی تو عراق، معناش اینه که باختی این منطقه رو به یک نیروی دیگه باختی. الان مجبور هستی که باشی تو این اعتراضات، نه این رقابت ها و کشمکش ها. و این وضعیت عراق در یه طرف جمهوری اسلامی هست که من فکر نکنم نیروی جمهوری اسلامی تو عراق یه مسئله هم غیر مستقیم باشه. جمهوری اسلامی مستقیما حاکمه در عراق، یه از جزئی یا بخشی از عراق حاکمیت مستقیم داره. نیروهای هستن تو عراق، میلیشیاهای هستن تو عراق که قدرت دارن، نه بدون مشاوره با جمهوری اسلامی هیچ کاری میکنن، نه میتونن از دستوری که از ایران صادر میشه نه بگن. یعنی هم با دستور جمهوری اسلامی میتونن حرکت کنن، هم بدون اینکه سوال کنن و مشورت کنن با جمهوری اسلامی نمیتونن خودشون کاری انجام بدن. دقیقاً. برگردیم یه مقداری عقب‌تر که دوباره این سوال پیش میاد با تو به توضیحاتی که الان شما میدی. بازم نقش مردم در مثلا گوشه و زوایای مختلفی است. دوست دارم یه سوال مشخصی در مورد اوضاع کردستان هم بپرسم، ولی همین جایی مکسی بکنیم. این بالاخره نتیجه این اعتراضات توهم تا چند سال؟ شما اشاره کردی از سال 2003 به هر حال این سیستم در عراق برقراره. خب از وقتی که به اصطلاح در بطن سوال جواب شما هم همینه که مردم متوهم هستن به صدر به جریان این توهم هستن. ببخشید من این نظری رو ندارم. من برای تفسیر من اشتباهی. خب باشه، الان مثلا همون 15 ماه قبل که روز جمعه بود، نماز جمعه به فراخوان صدر هزاران نفر به اصطلاح جمع شده بودن. خب این رو شما چگونه توضیح میدین؟ این توهم نیست. مردم دنبال این میگردن که از یک طرف از شکافی ایجاد شده در بالای جامعه در میان اون نیروها، میخوان به این صورتی این شکاف رو بیشتر کنن. صدر که دستور داده مردم بیان نماز جمعه، مردم میرن نماز جمعه که بگن اعتراض دارن به این وضعیتی که هست تو عراق. یعنی مسئله این نیست که بگه مثلا رفتن که از صدر دفاع کنن و اون قیامی که شد تو عراق دفاع کردن از صدر نبود. منتها مردم بعضی وقتا وقتی میبینن الٹرناتیوی ندارن، ببین الٹرناتیو در جامعه بایستی یه جوری شکل بگیری، یه روزی بایستی این الٹرناتیو بیاد بیرون و خودشون نشون بده. تا اون وقتی که این الٹرناتیو وجود نداره، تا اون وقتی که کارگر سر کار هست و الٹرناتیو برای مبارزه نداره، شما اگه مبارزه کنم پیروز میشم، مبارزه نمیکنه، میره با مثلا 2 مدیرن 3 مدیرن با یکیشون دوستی خوب پیدا میکنن که بر علیه اون مدیر دیگه کاری انجام بدن که وضعیتشون خورده خوبتر بشه. این منطق مبارزه است. خب مردم نمیرن. مردم مثلا من و شما اکتیویستی سیاسی هستیم، روزهایی بوده که ما جانمون رو کف گذاشتیم به خاطر اینکه مثلا پیروز بشیم، به خاطر اینکه مردم به جایی برسن، به خاطر اون آمال و آرزوهایی که داشتیم، استعداد داشتیم که جانمون رو فدا کنیم. مردم اینجوری نیستن. مردم پراگماتیست هستن. مردم میخوان زندگی کنن. مردم بچه دارن، مردم کار دارن، مردم کرایه خونه بایستی بدن، مردم میخوان خونه داشته باشن، میخوان لذت از زندگی ببرن. 70 سال زندگی میکنن، میخوان 80 سال زندگی میکنن، میخوان لذت از زندگی ببرن. نمیان به خاطر مثلا اینکه مثلا من میخوام آزادی داشته باشم. وقتی آزادی و امنیت بر علیه هم دیگه تو یه جامعه میبینی که یا آزادی میخواد یا امنیت، مردم امنیت انتخاب میکنن. این منطقشه. وقتی نون شب بچت میخواد یا آزادی، میخوام آزادی گوره پدرش، من میخوام نون داشته باشم برای بچه. این منطق چیزه و مردم وقتی این منطق دارن، اونایی که رهبر هستن بایستی اون الٹرناتیوی که مردم میتونه بهش دستش برسه بهش و براش چیز کنه، مبارزه کنه، اونو به مردم نشون میدن که کجاست.
ببین تو روزهایی که تو اکتبر قیام اکتبر ما داشتیم مردم رو تو خیابان‌های بغداد داشتن مثلا جلوه‌های نشون میدادن از همبستگی میان خودشون که چیزهای خیلی خوبی بود. شما فقط تو سوسیالیسم میتونی ببینی یه صندوق گذاشتن، یه جا پول هست توش، کلیدو هم گذاشتن روش، هر کس احتیاج داره بیا پولو ببره و اگه کسی پولی زیاد داره بذاره تو اون صندوق. دیگه این قاعده از هر کس به اندازه توانش برای هر کس به اندازه نیازش. این کمونیسم دیگه. اونجا شما جلوشو میبینی. خب این از کجا اومدید؟ این تو این بطن این جامعه هست. این مختفی نش، این نرفته جای دیگه. این مردمی هستن تو بغداد زندگی میکنن، حالا اینجوری فکر میکنن. اونها که حالا تو خیابانهای بغداد نیستن، تو محله خودشون رو چیکار میکنن؟ میریم دنبالشون بگیم الटरनेटिव شما برای تنظیم حالا مملکت رو رها کنیم، مملکت رو نمیتونیم اداره کنیم، برای اون خیابانی که شما توش زندگی میکنی الटरनेटिवتون چیه برای اداره کردن این خیابان؟ میریم دنبال این الگوها باشیم، میریم احساس قدرت رو دوباره به مردم بدیم. مردم بایستی احساس کنن که میتونن پیروز شون تا اینکه مبارزه کنن. مردمی که امید ندارن پیروز شون 100 سال چکمه یعنی خونین ترین دیکتاتورها رو میبوسن. اینجوریه دیگه. واقعیت و حقیقت تاریخ مردم، تاریخ جهان اینجوری بوده ده. شمال جان وقتمون کمه، من یکی دو تا سوال دیگه دارم به طور مشخص اجازه بدی که سوالم اینه که الان با توجه به اینکه بخشی از بینندگان ما از کردستان هستن، اوضاع کردستان الان زیر حاکمیت احزاب میلیشیایی که از اتحادیه مهنی گرفته تا حزب دموکرات و همچنین جریانات دیگه که اونجا نفوذ دارن، وضعیت اونا اونجا چه چیزی برای ما داری بفرمایید؟ کردستان هم یه جزی از عراق، یعنی همون اون معادلاتی که تو عراق هست تاثیر رو کردستان هم میذاره. حالا میبینیم که وضعیت عراق که اینجوری نمیتونن مثل که شما میگی اون دولت رو تشکیل بدن، یعنی کابینه رو تشکیل بدن. حالا میان اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان استکاکی خیلی یعنی خیلی مثلا روشنی وجود داره که اختلافات روشن و استکاکات، این که مثلا این اون قبول نداره که مثلا برهم صالح رئیس جمهور بشه، اونا میخوان یک کسی دیگه از حزب دموکرات بیاد، حزب دموکرات کردستان عراق بیاد رئیس جمهور بشه. اونا هم میخوان مثلا نقشه دارن که با مستقیما با دولت عراق در ارتباط باشن. اصلا حتی فکر این احتمال هم وجود داره که سلیمانی مثلا با خودش مستقیما با دولت عراق در تماس باشه و این مسئله اقلیمی که میگن تو عراق داریم و این اقلیم خودمختار اصلا چیز کنیم. ببین تو عراق و تو کردستان ما تمام چیزها رو مثل خودش میبینیم. ناسیونالیسم بدون روتوش، ناسیونالیسم بدون میکیاج، ناسیونالیسم که اصلا یه جرانی هست برای اینکه مکیاج منظورت گریمه. مکیاج منظورت گریمه بدون اینکه مثلا هیچ مثلا بخوان که خودشونو مثلا بهتر نشون بدن و مثلا خوبتر نشون بدن، اینو میبینیم. حالا ناسیونالیسم کرد در کردستان ایران شاید هنوز دنبال این هستن ما کردی به اونا عجمن و ما بخوایم که خودمختاری داشته باشیم. در کردستان عراق ما همچین چیزی نداریم. ما ناسیونالیسم کرد هستیم، برای این هستیم که خدمت کنیم به خانواده برزنی، برای این هستیم که خدمت کنیم به خانواده طالبانی. تمام شد رفت. تمام چیزها تو کردستان عراق مثل خودش میبینی، یعنی هیچ پرده‌ای وجود نداره. حالا اینی که ما تو کردستان میبینیم وضعیت به این جوریه که تمام اون امیال ناسیونالیستی که ما بایستی مستقل بشیم، دولت مستقل، حاکمیت مستقل داشته باشیم، دارن زیر پا میزنن و توافقات گوناگونی میکنن با دولت‌های گوناگون. حالا منطقه سلیمانیه و اون منطقه طرف جمهوری اسلامی. حزب دموکرات کردستان عراق هم میخواد یه طرف با ترکیه، یه طرف با سعودیه در تماس باشه و تو اون منطقه اون به جبهه‌ای که بهش میگن جبهه سنی مذهبا میخواد جای خودش رو خوب کنه.
حالا دیگه اون استکاکی که شما مثلا تو بغداد میبینی تو کردستان هم خیلی عیان میبینی. وضعیت به اون صورتیه که اگه به عنوان آخرین سوالی که شما بپرسم که دورنمای عراق چه با کردستانش و مناطق دیگرش رو چگونه در حد 3 دقیقه در حد 3 دقیقه من میدونم، من فکرم اینه که الترناتیوی که تو منطقه خاورمیانه بایستی شکل بگیره بایستی تو تمام منطقه شکل بگیره. من به یه جوری به این اعتقاد دارم که با این که میبینیم مثلا اینجوری اختلافات میانه یعنی طرفای گوناگون بورژوازی وجود داره، ما میان دولت ها وجود داره، منتها الترناتیو کارگری و کمونیستی نمیتونه الترناتیو محلی باشه. حالا مثلا شما، من فکر میکنم که خیلی از ایران دنبال میکنن که جمهوری اسلامی از عراق بیرون میشه تا ما هم نفسی بکشیم اینجا هم جنبش اعتراضی در ایران پا بگیره. ولی مردم عراق هم اینطوری منتظرن که جمهوری اسلامی چیز میشه سرنگون میشه تا اونا نفسی بکشن. یعنی داریم هر یه طرف از طرف دیگه انتظار داره که اون نجاتش بده و این انتظار غیر واقعی نیست، چون ما مبارزمون با هم تنیده است. من انتظار این داشتم حالا مثلا جنبش‌های کمونیستی تو این منطقه یه جا بیان، تمام اون بورژوازی‌ها دارن سفارایی میکنن، خودشون صف خودشونو جدا جدا مثلا چیز میکنن. ما هنوز تو نه فقط نمیتونیم بر اساس منطقه مثلا همکاری داشته باشیم، در چی بگم منطقه همکاری داشته باشیم، ما تو همون شهری که هستیم دو تا جریان کمونیستی به خاطر یه جمله در یک اطلاعیه میتونن جدا بشن و به سر هم بکوبن و اینو مبارزه طبقاتی رو معنا کنن. این دیگه وضعیتی هست که ما خیلی ازش یعنی متضرر میشیم و الترناتیوی که ما میخوایم تو منطقه بایستی عروج کنه. تو منطقه میتونیم در سطح سیاسی جبهه ایجاد کنیم و تو اون جایی که زندگی میکنیم میتونیم الترناتیوی داشته باشیم برای جامعه، برای اون منطقه که توش زندگی میکنیم. کمونیستی که تو یک محله زندگی میکنیم و نمیتونه با مردمش برای مبارزه یک نوع سازمان، یک نوع همبستگی ایجاد کنه، به نظرم یه جای خیلی مهم کارش میلنگ. بله، بسیار ممنونم رفیق شمال علی عزیز که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی که این برنامه رو با هم. بسیار ممنونم و تشکر از اینکه این فرصت رو به من داد و همچنین به بینندگانی که تاکنون با ما بودن تشکر و قدردانی میکنم. به امید شادی و تندرستی برای همه شما عزیزان. و برنامه دیگه بدرود. خیلی ممنون.